بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته. خدمت همه خواهران و برادرانی که آواز من میشنوه به همه شما احترامات و محبت تقدیم است، خصوصا در جناب الحاج استاد دکتر محمد فرید یونس متصدی گروپ جمعه مبارک و یک سلام خاص خدمت خانم گرامیشان به این بزرگوارا هم احترام و محبت تقدیم است. امیدوار هستیم که همه شما به کنار فامیل هایتان جور و صحت و تندرست باشین. باز هم سپاسگزاری میکنم از جناب پروفسور صاحب گرامی که به مناسبت روز عاشورا یا روز شهادت حضرت امام حسین با یارانشان و با فامیلشان باز هم ختم قرآن عظیم الشان را ترتیب دادن و خواهران و برادران ما تلاوت کردن در گروپ جمعه مبارک. از جناب ایشان سپاسگزار هستم. و ثانیا خدمت شما برسانم که آیتی که در ابتدای خواندم در ابتدا خدمت شما رابطه به شهید است. خداوند عزوجل می فرماید که کسانی که در راه خدا در راه حقیقت شهید میشن یا کشته میشن، او پیش خداوند بلکه زنده هست و بلکه رزق میخورن و این مقام شهید است که واقعا به خاطر حق به علیه باطل استادگی کنه. و یک کوتاه خدمت شما می قضیه کربلا را بر شما میگم که زمانی که امامت حضرت امام حسن در مدینه منوره و در اون منطقه عربستان سعودی تمام شد و پای در پای در حضرت امام حسین از کوفه یا از عراق امروزی برایشان نامه میفرستند که ما میاییم، شما بیاین، ما با شما بیعت میکنیم، ما با شما استادگی میکنیم. مردم کوفه خصوصا عبیدالله ابن زیا این کار میکرد که کوفه با شما هست، اما حضرت امام حسین به خاطر جنگ حرکت نکرده بود. این مردم بسیار سوء تعبیر میکنن به دلیل از اینکه اگر او در جنگ آمادگی میشد چرا لشکر با خود نورد، چرا فامیلای خود آورد، برادر خود آورد، همه فامیلی اعضای فامیلی درجه که خود در کربلا آورد با خود. و زمانی که اینا نامه رایی کردن که ما با شما بیعت میکنیم، این مطمئن بود حضرت امام حسین که ما میاییم در کربلا اونجا خلافت یا امامت تسلیم میشیم از یزید و اونجا ما اما حکومت اسلامی همون چیزی که شریعت گفته تطبیق میکنیم و پیش میریم. اما زمانی که در کوفه آمد حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه با همه فامیل و یارانشان که 72 الی 73 نفر بودن، دیدن که گپ دیگر رقم است. ابو لشکر سعد بن وقاص یا عبیدالله ابن زیا که اینا را اجازه نداد که پیش یزید برن و با اینا چی شد؟ مردم دید که تغییر کرده و گپ دیگه چیز است. مجبور شدن اینا که دست به جنگ بزنن و اینا که برخورد میکنن، اونا لشکرشان بسیار زیاد بود، تقریبا در روایت ها از 1000 نفر الی 3000 نفر بودن و اینا 72 نفر، حتی طفلا با اینا بود، خانما با اینا بود. بسیار به یک مشکل روبرو شدن که حضرت امام حسین اینجا نشان داد که یعنی وقت شهادت را به دلیل ازی قبول کرد که در باطل ما تسلیم نمیشم. به این معنا بود که بامی لشکر خوردش که ایچی هم به دست بسیار از نظر مردمی که لشکری هم نداشت، اما با یزیدیان برخورد نظامی کرد و دست به شمشیر بردن و اینا را مظلومانه به شهادت رسید. و اصل قضیه کربلا به می هست. بسیار ببخشید که این کلیپ کمی طولانی تر میشه، خدا شما را خیر و برکت بده. و ایده عاشورا که از چندین موضوع های مهم دیگه هم از نظر تاریخی در روز عاشورا اتفاق افتاده است که مثل در کوه جودی نوح علیه السلام که در روز طوفان قرار گرفتن و فرعون، پیروزی حضرت موسی علیه السلام با فرعون بود و همینطور چندین چیزهای اتفاقهای بسیار مهمی دیگر که وقت کافی نیست بر شما قصه کنم. به هر صورتش به این مناسبت ختمانده را خدمت شما تلاوت میکنم و ناگفته نباید گذاشت که از دوستای بسیار گرامی برای بار اول است که من خودم شما را مستقیما
دوستایی که در گروه جمعه مبارک هستین آواز من بشنوین. خواهشاً برای شما بگیم که این بار در چند روز گذشته در هندوستان که فامیل ما هستند واقعا در مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی روبرو هستند. هر کدامتان هر چیز توان دارین، ما اکانت خودم میمانم و اکانت دکتر صاحب بزرگوارم هست و دکتر صاحب معذرت مرا بپذیرید که اونا را ما به جریان نماندیم. اونا را میفهمم که کاملا از زندگی ما آگاه هستند. و جناب دکتر صاحب گرامی ماهانه یک چیزی را که برای ما میفرستن، خدا خیر و برکت نصیبشان کنن. و برادر عزیزی ما که ریگولار همیشه هر ماه اونا را رایی میکنن به نام اومان جان شیرزای و دیگر دوستا کدام چیزی نیست. و بعضی اصحاب مثل فرزانه صدیقی ملال و مسعود حنوری اینام گاه و بیگاهی برای ما کمک میکنن. باید اینم چشم پوشی نکنیم. و دیگر خیلی سالهای دیگه است که کدام دوست ما برای ما کدام کمک نمیکنه و شما از شرایط خارج خوبتر خبر دارین که ما اینجا قرار گرفتیم. حالا فهمیدیم که اینجا خیلی قیمتی هست و خیلی مصارف بسیار زیاد است و ما که هستیم پنشن هستیم، فامیل ما کسی کار نمیکنه، اینجا هم خیلی مشکلات است. اگر شما میگین ما اسکران شات هایی را که خود ما از این جایی که ما معاش میگیریم $1200 چند روز پیش ما قرضه گرفتیم، حدیثی که اقتصاد اینجا ضعیفی کرد و اونجا خب بسیار در شرایط مشکل مانده و دکتر صاحب گرامی همیشه با ما همکار بودن و این بار از شما تقاضا میکنیم که ما اکانت بانکی خود بر شما میمونم برای یک بار. اگر میشه دوستایی که در گروه است برای ما یک کمک خیراندیش 1 روپیه 10 روپیه هر چی که توانشان است برای ما یک کمک کنن به خاطر امی ماه محرم و به خاطر هر چیزی که هست. خداوند شما را خیر و برکت نصیب بگردانه و ما به جز سلیمی یگان جای ختم بریم یگان کپ سخنی که معنوی شود دیگر کدام کار کسب کرده نمیتونیم. شما را خداوند خیر و برکت و عافیت نصیب بگردانه. دیگه از این بیشتر وقت شما را نمیگیریم. توجه شما را به ختم قرآن عظیمشان معطوف می‌داریم. در آخر ان شاء الله همه را دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اکبر الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. برا إله پروردگارا غفور و رحیم و صمد. ختم قرآن عظیم شأن که خواهران برادران ما به خاطر دی عاشورا خصوصا شهدای دشت کربلا و نواده رسول گرامی صلی الله علیه و سلم ترتیب دادن، یا الله به درگاه یگانگیت به رحمت الله یتناهیت قبول و منظور بگردان. و بعدا دعا میکنیم به روحانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جمیع اصحاب کرام، انبیاء، اولیاء، شهدا و همه رفتگان و گذشتگان، خصوصا بروای حضرت امام حسین و امام حسین و جمیع یاران و اهل بیتشان که در روز عاشورا در صحرای کربلا به شهادت رسیده‌اند. یا الله از طرف این گروه جمع مبارک و همه کسانی که دعا میکنن و نیایش میکنن این ختم قرآن را تحفه و هدیه فرستادیم، روحانیت همه ایشان را شاد و خرم بگردان. و همه شهدای گلگون کفنی که در طول سالها در افغانستان به شهادت رسیده‌اند، یا الله آنها را روحشان را شاد و خرم بگردان. و دعا میکنیم به همه گذشتگانانی که در گروه جمعه مبارک اقاربشان هستند، دوستایشان هستند، فامیلایشان هستند، گذشتگانشان را مغفرت بگردان در این روز مقدس و این ختم قرآن عظیم شان را به روحانیت همه ایشان برسان. و کسانی که در قید حیات هستند، حاجات دارن، حاجات مشروعشان را برآورده خیر بگردان. مشکل دارن، مشکلشان را آسان بگردان. یا الله مریضی دارن، شفای عاجل و کامل نصیب بگردان. طول عمر زندگی سعادتمند به همه خواهران و برادران نصیب بگردان. و دعا میکنیم باز هم کسانی که در تازگی از کشور جمهوری اسلامی ایران در افغانستان عودت کردند و مهاجرین بسیار در حالت فاجعه بار، یک تعدادشان قرار داره. خدایا خودت از لطف و کرمت در قلب هر مؤمنی که توانمند است، هر مؤمنی که میتونه کمک کنه بر این مهاجرین تازه آمده، خودشان کمک کنند. و کسانی که اکثرا دعا میکنیم که اکثرا از این مهاجرین که کمک میگیرن و سوء استفاده میکنن، خداوند هدایت دیگی برایشان نصیب بگردانند که به شفافیت و این پیسه هایی را که از مردم میگیرن دوباره به اون انسان مستحق برسانند. و جناب دکتر صاحب هم دعا میکنیم که خدا خیر و برکت و عافیت نصیب بگردانه که در همه کارهای خیر همیشه کوشا هستند. خداوند عزت و حرمت از این بیشتر با خودشان با فامیلشان خداوند عنایت بفرماید. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. یا رب دل ما را تو به رحمت جان بگیر، دردی همه را به صابری درماندی. این بنده ها چه دانم که چه می باید خواست، دانید کردگارا به حقی نور نبی به جمال محمدی عربی، به نماز و نیاز لیل و نهار، به درود صحابگان کبار، به مناجات عرش مجید
میدان و به حق تشنه لبان ببین به آن پریشان مردمی افغان که ماندن پس از کاروان نام و نشان. دارم دلکی غمین بیاموز مپوس صد واقعا در کمین بیاموز مپوس شرمنده شوم اگر بپرسی عملم ای اکرم الاکرمین بیاموز مپرس. الهی تو کن که انجام کار که خوشنود باشی و بارستگار دان کن که فردا به میدان حشر تو رنجیده باشی و ما شمسا هزارا درود و هزارا سلام زیبا بر جناب محمد علیه الصلاة و علیه السلام. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. رحمتك یا